شما انقدر نداری؟ نه راستش قابل نداری. میتونم یکیشو بردارم؟ این هم هست. نه این بهتر. بفرمید. شما بفرمایید. خواهش. بفرمایید دیگه. بفرمایید. شما کار دارین؟ بله. اگه امیر حسین بخواد برام مشکل ایجاد کنه شما میتونین هوامو. دوره این حرفا تموم شده خانم. شما بچه ماه داره بالا شهری با ماشین اون چنونی و هن و طلب. من پایین شهری بچه لاتم جون میده واسه دوره های جوونی و انتقام گرفتن این حرفا. من نیستم. یعنی اونی که شما فکر میکنی من نیستم. من گرفتارم. خیلی زود منو قضاوت کردین. بین من و امیر حسین هر چی بوده تموم شده. بعضی چیزا به این زودی تموم نمیشه. خیلی خوب. من میخوام شما رو به بابام معرفی کنم واسه کار. فکر میکنم تو تشکیلات بابام بتونی خوب پول در بیاری زندگی کنی. شاید بعدش هم بیشتر با هم آشنا شدیم. این پرونده ها به شعبه ما نمیخوره. مثلا نمیفهمم که یه دختر یه پسر دعوت کنه قهوه و اینا یعنی چی. برعکس من واسه تمام لحظه‌های زندگیم ارزش قائلم. حاضر نیستم فرصتامو از دست بدم. بعد دست نده. فرصت 2 ساعت بیرون رزاقسیامونو چوب میزنه. میخوام بیام تو. همینو به داداشتم گفتم. همون داداش عملی سایه‌ای سر من و مادرم بود. حالا اومدی که چی؟ تو بودی؟ میگذشتی از خون عزیزت؟ آره؟ مهتاج داداشت میخواست منو بفروشه. کی دیده؟ به مواد فروش. کی دیده؟ جای هروئین. کی دیده نگره؟ اونی که ما دیدیم یک کارد آشپزخونه بود وسط سینه داداشم. الانم من و تو و اون عکس داداشم روی تاقچه و اتمام حجت. تو فکر کردی چی؟ به همین سیاهی اعضا که تنمه رضایت نمیدم. دیگه اون خدا بیامرز تکون میده این زندگی رو. به قول تو اگه دزدی هم میکرد ولی به فکرمون بود. حالا چی؟ خب سرم میره بالای دار. گریه های نکرده این یه تیکه گوش که اسمش مادره در. تازه میشیم گر به گر. چون برادرم قبل از اینکه با هم محرم بشید یه زن دیگه داشته. تو فکر کردی هر چیزی میتونی بهش بچسبونی؟ نه، برادر من پاک بود. اون ترک کرده بود. این چیزا رو هم تو در آوردی که خودتو بشوری. اگه به من باشه زیر سرت بلند شده بود و میخواستی سر اونو بکنی زیر آب. حالا هم برو نگیره. برو رد کارت. برو اینجا کاسب نیستی. برو برو دیگه لعنتی. بفرمایید. سلام علیکم. شاگردای ما غیر ممکنه. بهتون قول میدم مسیر باز اشتباه. ما شاگردای اینجا رو با دقت انتخاب میکنیم و ثبت نام میکنیم. خانم مهدوی پرونده این ثبت نامی‌های دوره جدید رو برای من بیارید. الان فردا صبح نه. همون داستانه دیگه. شما این ساختمون چپ هیچکی نبوده، ساختمون راست هم به نتیجه نرسیدید، پس همه چیز حتما همینجاست.
فقط یه نفره که فرمش تکمیل نیست. کی؟ همونی که خودتون گفتین که بعداً مدارکشو بیاره. قرار بود که بده به خانم سرمدی. خانم سرمدی هم واسه خودش برداشت توی سیستم وارد کرد. بهش گفتم خانم سرمدی این کارو نکن، خوبیت نداره. باشه کرد دیگه. آقا ما بیچاره شدیم از دست این خانم سرمدی. خانم بسته دیگه، همینجوری رگباری میگی. حالا برو ببین مدارکشو آورده یا نه. چشم. ببخشید اسمش چیه؟ نادر امانی. اینقدر پسر نازنینی تفلکی، خرج خونه‌شو میده، کار میکنه. عکسم داده؟ بله تو فرمشه. با اجازه. این 2 روز ثبت نام کرده. لطفا. بله اومد اینجا خیلی اصرار کرد که میخواد درسش ادامه بده. ثبت نام کرد. نادر امانی فرزند شعبان علی. میشناسینه؟ خوب. اینجام دیدمش. سابقه داره. من عرض کردم خدمتتون که اشتباه نیومدم آقای روانشناس. حالا تکلیف چیه؟ صبر، سکوت. طلا هم اینجاست. من دوزم، آدم کش نه. راه ندی برم، مجبورم نفس بعدی تو نبینم. همون اول که دیدمت فهمیدم یه چیزی بارته. اون چاقو هم تو دست تو زیادیه. منم زندگی زیاد کردم. به خاطر همینه که با این سن سالم اومدم از رو اجبار شدم سراییدار. از رنگ موی سفیدم خجالت میکشم که رنگش کردم. پلیسا ردت گرفتن، رسیدن به اینجا. فکر نکنم از دستشون بتونی دری. این تیزی که غلاف در میاد رسمه، اما انقدر خستم که کس و ناکس سرش نمیشه. این لامصب فقط میخواد ببره. راش دست من بود. پس تو هم میفهمی نداشتن یعنی چی؟ 30 سال بیشتر از تو. دیدی حالا صورت جفتمون رو یه آفتاب سیاه کرده. برم. برو. سالاری کمکش کن. رو نمیکنه قارتا. باره تلفروشی معلوم نیست فرو کرده تو کدوم سلاخی. گل آقا میگم الان وقتش نیست. پلیس تا تو آموزشگاهم اومده. این نمیگی کشیدی بیرون طلا. یه جوری حرف میزنی انگار شیشیب نپوشیدی تا حالا. بین شما من سابقه دارم. الان گم و گورشم یه ساعت دیگه پلیس میریزه اینجا و وقتا بیگناه میگیرن میبرن. حسین داده همچی بیرام نمیگه. اول و آخر من که با این رفتم دزدی. علاجی بگی بابا. اینجا محل کسبا.
بعضی وقتا نادخ میزنم پیش بیدل نگیر. نیاره چطوره؟ به تو ربطی نداشت ولی خرابه. برنگشت زندان از مرخصی. و اینجوری که میان عقبش که میخوای تو جاش بری حبس؟ چی کارش کنم؟ هشی پسر چرا نبری دیگه رو بدی؟ از کجا؟ بابا ماره دیگه مواد رفته بالا، کت قشنگ تنت میکنی. این آدم پاچه رفتی باش دوزی ما رو میخوای زغال کنی؟ قابل تو نداره. یوسف موتورساز اون تله ها شرم. ولی نوکرمون شرم. یادت رفته از میدون راهن تا میدون دربند سر موتور رو بلند میکردم اونجا میخوابوندم. من تو بچه یه محلی قیافت داد میزنه اهل معاملی، منم اهلشم. مال برده بیار نصف به نصف. کی به کیه؟ آدمشو دارم 3 سوته واسه مون شیتیلش میکنه. میترسم رو دل کنی. بچه نشو، آدمشو دارم. تا 10 متری اون آموزشگاه 2 تا پلیس نیست. یعنی چی؟ یعنی از 70 تا سوراخ دارن زاغمو میزنن. از که دیشو چرخوندی بابا تو. پس ما بیرون منتظرتیم. تو از کفش من بکش بیرون. اگه میبینی رفتم کافی شاپ از این قرتی بازی ها دعوتم کردم. یه تلفن تا قرار و هرچی که تو فکرشو بکنی از اون ور بوده. از ور هستی خانم شما. ولی حالا قضیه فرق کرده. شب و تنم مرمور میشه. صبح دلم یه چیزی میخواد. وقتی از خونه میام بیرون حواسم میره به جایی که هستی هست. شما بهش میگین عشق، مالاتا میگیم خاطر خواهی. پس تعقیب و زاغسی ها و اشکال و انقل تعطیل. فکر کنم میخوامش. در نتیجه از امروز عزتش با منه. زد زیاد. به خدا تعارف نیست. پدرم خوشحال میشه ببینتت. بفرمایید تو. اینه خونتون؟ آره. اون وقت چند نفر اینجا ساکنن؟ من و بابام. خب بیا تو دیگه. به سلامت. چه کاری؟ من که ماشین زیر پام، بذار حداقل برسونم. کسرلاتی اونجوری. خدا رو شکر 2000 مرام دارم که تا اینجا باهات بیام. پام دارم که برگردم تو خونه. خیلی خب پس یه قرار بذار بابام ببینتت، خیلی خوشحال میشه. برو دیگه. میخوام برم ولی این چجوری وا میشه؟ حالا میتونی آفرین. بفهمید چی شده؟ خواهش میکنم بفهمید دیر وقت جمع نشید. خواهش میکنم دست شما بر نمیاد. بعد روز کارت هرچی هست بگو انجام بده. بعد چی شده؟ بردن اگر بفرمایید. بچه ناصر چی شد؟ بچه رو پول منو بگیری کنم. برید خونه‌تون. چی میخوای؟ من تو همین محل دنیا اومدیم. همینجا خاک خوردیم و بزرگ شدیم. ننه بابای جفتمون از یه رگ روی شوپی بودن. نمیگم بیا مسجد نماز بخون، روزه بگیر یا 100 تا کار دیگه که مز کردنش ضرر نکردن. نه، ولی یه کاری بکن به خودت بدهکار نباشی. یه کاری بکن تن ننه بابا تو گور نلرزه. این قصه که گفتی چی بود اسم دختره؟ به تو ربطی نداشت ولی هستی. اینی که گفتی اگه سرراست گفتی و بی غلط دروغ که عاشقش شدی، یعنی نباید اینجا بشینی با یه ساک کسی که طلای دزدی توشه.
این طلاها نه نیره رو خلاص میکنه، نه تو رو سفید میکنه جلوی عشق تو، آبجیت و روح ننه بابات. میگی چی کار کنم؟ کارستون نادر، کارستون. اگه نکنم کاریو که تو میگی بری تا میفروشی به پلیس؟ جوونی و نظربازی و عشق و زندگیت شده دلهوره نادر. تا کی؟ خیالت من غصه نگیره رو ندارم. یادت رفته چقدر اومدم و رفتم خواستگاریش؟ یادت رفته مادر خدا بیامرزت میگفت نگیره من باید بشه ملکه؟ که چی؟ من چی به تو بده کارم که فکر کردی میفروشمت به پلیس؟ خیالت من درد نمیفهمم یعنی چی؟ حواست پرت نادر. من نه، ولی بالاخره یکی آمارتو میده به پلیس. جای این علافی هم یه فکری به حال نگیره بکن، به حال خودت، به حال اون هستی که گفتی. اینم بدون با این 3 کیلو طلا 3 خط هم از غلطای زندگیتو نمیتونی پاک کنی. خدا به خیر کن. ترسیدی؟ هر کاری دفعه اولش سخت. بریم. من که نمیام، میخوام برم شرکت. در ضمن شما با هم تنها باشیم بهتر. بابا جان فرمودم. خدا به خیر. ازت کلی حدیث حیا و معرفت شنیدم اساستی. مارک کجایی؟ نظام آباد. سر از این پور گیتی رخ کاهن گلچین کفتر بازی هم میکنیم. دوره این حرفا تمومه. از وقتی قنات محله ما خوش شد خیلی چیزا عوض شد. ما که بچه بودیم محله یه جور دیگه بودن. عمودی نبوده این حالا محله ما. سله کفتر رو شهرداری هم نبرد. زمستونم با بچه‌ها ریختیم تو بی‌طلبی و آتیش که گرممون بشه. بگذاریم. در خدمتیم. ببین برجی که توش وایسادی کار کوچیک منی، مثل برجای منطقه رو من ساختم، ولی هنوز همون بچه کوچه دردار میدون خراسونم. این تک و پوزم گولم نزده که فراموش کنم واسه مثلا. دم شما گرم. گفتم بیا اینجا که مجلس رو مردونه کنیم. بشما. گفتم نه چای بیارن نه شیرینی که نور نمک نخوریم و رک و راحت با هم حرف بزنیم. این همش. ببین منم هم یه دختر که تمام زندگیمه وقتش یه سر و سامان بگیره. وقتی حرف و حدیث تو شد گفتم بد نیست ببینمت. البته اون قدم بیغ نیستم که ندیده نشناخته دختر به کسی بدم. حالا نوبت توه. چندی به دنیا. من نیومدم خواستگاری. هستی خانم گفت شما میخواید منو ببینید، ما هم گفتیم چشم. تا کجا میخوای همراه دخترم بری؟ تا هر جا که سهمم باشه. دختر شما گفت تو دم و دستگاه بابام کار هست. ما هم که بیکار بودیم و لنگ خرج تحصیل زندگی. تو اونی نیستی که هستی گفت. یعنی اونی نیستی که خودتو به هستی نشون بدی. ولی میتونی اونی باشی که دختری مثل هستی تو رو بخواد. برو خورده شیشاتو علک کن.
حیف دختری مثل هستی که همراه کسی باشی که هنوز زیر رو کشی رو نذاشتی کنار. میدونم در جریان نیستیم. ماجرای قرار امروز پدرتون با اون آقا رو من میدونم. پس چی؟ امیدوارم تمام حرفایی که امروز بین من و شما رد و بدل میشه کاملا بین خودمون بمونه و جای درس پیدا نکنه. حتی به آقای سرمدی. هر کسی جای من بود شاید به این اتفاق نه نمیگفت. دختر آقای سرمدی بزرگ. خب منم که اینجا جا افتادم. میدونم الان که داریم با هم صحبت میکنیم شاید نصف کارمنده اینجا آرزوشون بود که جای من باشن. خیلی هم دیدم و که اومدن به هر نحوی شده خواستن خودشونو بهتون نشون بدن. ولی قضیه من فرق میکنه. من لای منگنی پدرتون گیر کردم. جرأتم ندارم رو حرفشون حرف بزنم. میشه حرفتون رو سر راست بگین؟ من یه دختر دیگه رو دوست دارم. توی همین شرکت هم کار میکنه. و ازتون میخوام که حرف نه رو خودتون تو دهن پدرتون بندازین. من نمیدونم بابام واسه چی با من این بازی ها رو میکنه. مگه من دختر 16 سالم؟ یه چیز دیگه هم هست که پدرتون نمیخواست که شما بدونین. جون هر کی دوست دارین بین من خودتون باشه. اگه آقای سرمدید این کارا رو میکنه، یعنی دوست داره که شما زودتر ازدواج کنین. انقدر حاشیه نرین. پدرتون سرطان داره. چند ماه هم هست این موضوع رو فهمیده. یه سهل انگاری بوده از من. یعنی تو فردا مدارک میاری؟ آره چرا که نه. راستی گفتی کدوم دانشگاه درس خوندی؟ شده اینو بازجویی این حرفا. چرا هول شدی؟ ببین آقای رئیس، تو اون سرزمینی که من زندگی میکنم همه فنای شما واسه گرفتن مچم یه بدل داره. شما شاید بتونی با روانشناسی ما رو خاک کنی، تا باراندازم شاید زورت برسه، ولی بقیه‌شو شرمندم. پس با من بازی نکنین، حرف آخر اول بزنین. طلاها به اضافه همدستات. اگه طلا داشتم و همدست که وضعم این نبود. نادر امانی، تو فردا هیچ مدرکی نداری که برداری بیاری اینجا. 1 2 تو هیچ دانشگاهی، تهران، ایران، شمال، جنوب، غرب، شرق، هیچ سابقه ای ازت نیست که الان اومدی تو این آموزشگاه نشستی داری کارشناسی ارشد میخونی. 3 این اطلاعاتو ایشون به من ندادن. 4 با اینکه من ضابط قضاییم و حرفم برای قاضی حجته، سنده، اما فیلم و تصویر ازت داریم که شبونه با یه ساک از اینجا خارج شدی. بازم بگم که خواهرت زیر تیغ اعدامه. البته اگه پول دیه قتل شوهرشو نده، اینم میدونم. نمیدونی وقتی عزیزت به خاطر نداشتن پول باید اعدام شه یعنی چی؟
شاید بدونم. انگار رسیدیم به هفت-شنبه. من به روزایی که قراره بیاد همه چی درست شه میگم هفت-شنبه، چون همچین روزی اصلا تو تقویم زندگی آدم ها نیست. خب حالا که نیست، پس اون چیزی که من میگم شاید بتونم از قاضی برات تخفیف بگیرم. من فقط میخوام نیره بیاد بیرون زندگی کنه، همین. ولی این راهش نبود. شما چه میدونی من چه راهایی رو رفتم؟ وام نشد، قرض ندادن، کسب و کار مایه‌دار خدا بده برکت. واسه سندی که بذارم آبجیم 4 روز از زندان بیاد بیرون به هر کسی بگی رو زدم. شما جای من جز دزدی راهی میمونه؟ اگه قرار باشه هر کسی که لنگ پول دزدی کنه سنگ رو سنگ بند نمیشه. شما بگو من چیکار کنم؟